روزی بهلول در دربار هارون الرشید بود. هارون الرشید به بهلول گفت: به من یک پندی بده. پندی به تو میدهم که هیچ وقت یادت نرود. اگر در بیابانی گیر افتادی و از فرط تشنگی داشتی هلاک میشدی، حاضر بودی چه بدهی؟ معلومه حاضرم نصف پادشاهیم را بدهم تا از تشنگی هلاک نشوم. خب حالا فکر کن که مسدود ادرار شدی، یعنی این که دستشویی میری و ادرار از تو خارج نمیشه. حاضر بودی چی کار کنی؟ حاضرم نصف دیگر پادشاهیم را بدهم تا از این مصیبت خلاص شوم. به پادشاهی دل نبند که نصف آن به جرعه آب و نصف دیگر آن به ادرار بند است. کسانی که ما رو سابسکرایب کنن به قید قرعه اکانت چت جی پی تی جایزه میدیم.